اطفال نازنین، السلام علیکم. خدا کنه جور و صحتمند آمده باشین و درستان گوش کنین. درس امروز ما بسیار درس مقبول است، از میوه ها است. شما هم سیل کنین، هم درستان ببینین، هم ازش لذت ببرین و گپای نو یاد بگیرین. درس خدا باز هم با کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. شما حال یاد گرفتین، خودتان بگوین بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، بسیار خوب. اناله درستان پر برکت شد و خوب یاد میگیرید. در این درس میوه ها خودشان براتان ترانه میخوانه و هر میوه براتان خود معرفی میکنه. به میوه در انگلیسی فروت میگن. فروت وقتی که زیاد باشه فروتس میگن و شما حال هر میوه را میبینین که براتان ترانه میخوانه و خود معرفی میکنه. من سیب سرخ هستم، بسیار فایده دار هستم. من سیب سرخ هستم، بسیار فایده دار هستم. من سیب شیرین هستم، بسیار مزه دار هستم. من سیب شیرین هستم، ویتامین دار هستم. من سیب شیرین هستم، بسیار مزه دار هستم. من سیب شیرین هستم، ویتامین دار هستم. من انار شیرین و وجود فایده دارم. من انار شیرین و وجود فایده دارم. من انار سرخ هستم، بسیار فایده مند هستم. من انار سرخ هستم، بسیار شیرین هستم. من انار سرخ هستم، بسیار فایده مند هستم. من انار سرخ هستم، بسیار شیرین هستم. من آلو بالو هستم، بسیار مزه دار هستم. من آلو بالو هستم، بسیار مزه دار هستم. من آلو بالوی شیرین، بسیار مزه دار هستم. من آلو بالوی شیرین، بسیار فایده دار هستم. من آلو بالوی شیرین، بسیار فایده دار هستم. من هم مالته هستم، بسیار شیرین هستم. من هم مالته هستم، بسیار شیرین هستم. من هم مالته هستم، بسیار فایده دار هستم. من هم مالته شیرین، بسیار فایده دار هستم. مالته های شیرین بسیار فایده دار هستند. مالته های شیرین بسیار مزه دار هستند. مالته های شیرین بسیار مزه دار هستند. من اکل هستم، بسیار شیرین هستم. من هم کل هستم، زرد و فایده دار هستم. من هم کل هستم، بسیار مزه دار هستم. من هم کل هستم، بسیار فایده دار هستم. آفرین، شاباز. بسیار ترانه های میوجات مقبول خواندین. دیگه وقتتان پوره شد. چینلتان را لایک و سابسکرایب کنین تا همه درس را دیده بتانین. وقتتان بخیر. خدا حافظ.